أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد. پس ما و شما چند درس است که در زیر این کتاب جهاد حدیثا و دلایلش را برای شما تقدیم میگردانیم و امروز باشد حدیثی 1316 کتاب ریاض الصالحین را به سمع شما خواهیم رسانید. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1316 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت غاب عمی انس بن النضر رضی الله عنه عن قتال بدر. میگد که حضور نداشت، غاب عمی، حضور نداشت امکم انس ابن نضر رضی الله عنه در جنگ بدر. حضرت انس میگه در جنگ بدر حضور نداشت. فقال یا رسول الله، پس میگه حضرت انس ابن نضر میگه گفت که یا رسول الله، ای رسول الله، غیبت عن اول قتال، غیبت عن اول قتال قاتلت المشرکین. میگه گفت که غیاب کردم از اولین جنگ، یعنی حضور نداشتم در اولین جنگی که قاتلت المشرکین، جنگیدی با مشرکها، با مشرکها که جنگیدی. گفت در اولین جنگ من اشتراک نداشتم و حضور نداشتم. لئن الله اشهدنی قتال المشرکین لیرین الله ما اصنع. گفت که اگر الله جل جلاله اشهدنی، یعنی که قرار دهد من را، نصیب بگرداند برای من قتال المشرکین، یعنی که جنگیدن با مشرکین را، لیرین الله ما اصنع، حتما الله جل جلاله نشان میدهد آن کار را که انجام میدهم، چی طور میکنم، چی خواهم کرد، الله جل جلاله گفت نشان خواهد داد. یعنی که حضرت انس ابن نضر میگوید که الله سبحانه و تعالی اگر برای من نصیب گردانید و من را در جنگی با مشرکین قرار داد، برای مردم نشان میدهم و الله سبحانه و تعالی نشان میدهد که من چی خواهم کرد، یعنی چی طور می جنگم و چی میکنم، الله سبحانه و تعالی نشان خواهد داد. میگه که فلما کان یوم احد، پس زمانی که میگه روی داد جنگ احد، یعنی که زمانی که جنگ احد با وقوع پیوست، جنگ احد که شد، انکشف المسلمون، یعنی پراکنده شدن مسلمان ها پراکنده شدن در جنگ احد. فقال، پس انس ابن نضر گفت که اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه. میگه حضرت انس گفت که، انس ابن نضر گفت که ای بار الها انی اعتذر الیک، یعنی هر آینه من عذر خواهی میکنم، عذر میخواهم به سوی تو، مما صنع هؤلاء، از آن کاری که آنها انجام دادن، یعنی از آن کاری که آنها انجام دادن پراکندگی. گفت ای الله جل جلاله، من برای این عذر خواهی میکنم. یعنی اصحابه، مقصود از هؤلاء یعنی که مسلمان ها، یعنی مسلمان ها از آن پراکندگی که به وجود آوردند و انجام دادن، گفت ای الله جل جلاله، من از این عذر خواهی میکنم. و ابرأ الیک مما صنع هؤلاء، و گو همچنین بیزاری میجویم به سوی تو
از آن کاری که انجام دادن آنها، یعنی مشرکین، یعنی المشرکین، یعنی مقصدش مشرکا بود، یعنی آن کاری را که مشرکا انجام دادن، ای الله جل جلاله من از آن کار بیزاری می جویم. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال، ثم تقدم، پس میگه پیش رفت، انس ابن نضر میگه پیش رفت، فاستقبله، پس دید ویها را، دید وی را، یعنی که انس ابن نضر را دید سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ انس ابن نضر را دید و فقال، پس گفت یا سعد ابن معاذ الجنة و رب النضری، گفت ای، یعنی که انس ابن نضر گفت که ای سعد ابن معاذ، الجنت، گفت یعنی که به مشام من میرسد بوی جنت، بوی جنت به مشام من رسیده ایستاده است، و رب النضری، یعنی قسم به پروردگار نضر، یعنی که قسم به پروردگار نضر که جنت را بویش به مشام من رسیده ایستاده است. اینی اجد ریحها من دون احد، گفت هر آینه من میابم بوی جنت را من دون احد، یعنی از طرف احد، از طرف احد در جایی که جنگ شده ایستاده است، در اونجا گفت من بوی از آن طرف، گفت من بوی جنت را به مشامم میرسد، به مشام من بوی جنت از طرف احد میرسد. قال سعد، پس میگه سعد گفت فما استطعت یا رسول الله ما صنع، پس گفت من نتوانستم ای رسول الله آن کاری را که انس ابن نضر کرد، یعنی آن کاری را که انس ابن نضر کرد، گفت من نتوانستم. قال انس، انس رضی الله عنه میگوید که یعنی که جیان با عمک هر دوش هم نام هستند، این انس ابن مالک است و اون انس ابن نضر. پس این انس یعنی که راوی حدیث، جیان انس ابن نضر، پس میگوید که انس راوی حدیث، یعنی جیانی انس ابن نضر، بچه اکی انس ابن نضر، میگوید که فوجدنا به بضعا و ثمانین ضربة بالسیف، فوجدنا، پس میگه ما دیدیم، فوجدنا به، پس دیدیم، میگه ما در وی بضعا و ثمانین ضربة بالسیف، یعنی 80 و چند پی شمشیر دیدیم، 80 و چند بار میگه با شمشیر زده بودند انس ابن نضر را. او طعنة برمح، یا میگه 80 و چند پی نیزه دیدیم ما، یعنی نیزه بارانش کردن، با نیزه زدگیش بدن. او رمیتن بسهم، یا 80 و چند پی تیر دیدیم میگه ما در بدن انس ابن نضر، یعنی بعد از به قتل رساندنش میگه ما در بدن اون اینقدر پیهای زیادی تیر و شمشیر و نیزه را در بدن عمک هم میگه پیدا کردم. و وجدناه قد قتل، پس میگه ما دیدیم، پیدا کردیم انس ابن نضر را واقعا کشته شده بود، یعنی که به شهادت رسیدگی بود. و مثل به المشرکون، و مسلش کردگی بودند مشرکا. مسله یعنی چی؟ یعنی که دهن و بینی و که اعضای بدنش بریدگی بودند، یعنی انس ابن نضر را اعضای بدنش حتی مشرکا بریده بودند. فما عرفه احد الا اخته ببنانه، پس میگه نشناختند انس ابن نضر را کسی، یگان کس انس ابن نضر را نشناخت، یعنی که چنان تیرباران و شمشیر بارانش کردگی بودند و اعضای بدنش بریدگی بودند، میگه هیچ کس نشناختش الا اخته ببنانه، مگر اینکه گفت خواهرش از انگشتانش، یعنی به سبب انگشتانش شناخت، یعنی که از انگشتان دستانش یا پایهایش میگه انس ابن نضر را خواهرش شناخت، به خاطر اونه که بسیار ضربه های زیاد زدگی بودن این بزرگوار را. قال انس، راوی حدیث که انس میگوید که کنا نرا او نظن، میگه ما بودیم اعتقاد میکردیم یا گمان میکردیم
ان هذه الآیه نزلت فیه و فی اشباهه. میگه هر آینه این آیت نازل شدگی است درباره انس ابن نضر. این آیت میگه ما گمان میکردیم یا گمان میکنیم که درباره انس ابن نضر نازل شدگی است. اون آیت کدام آیت است؟ اون آیت این است که الله جل جلاله در سوره احزاب آیت 23 میگوید که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. یعنی که از بین مؤمن ها، از بین مسلمانان مردان هستند که اون مردان چیکار کردن؟ صدقوا ما عاهدوا الله، یعنی که صادق ماندن و وفا کردند ما عاهد الله علیه، یعنی به آن چیزی که عهد بستگی بودن با الله جل جلاله. یعنی آن عهد و پیمانی که با الله جل جلاله بستگی بودند، بعضی از مؤمن ها در آن عهد و پیمان بستهشون صادقانه وفا کردند. فمنهم من قضا نحبه، پس بعضی از این مؤمن ها من قضا، یعنی کسانی که هستند به انجام رساندند، نحبه یعنی نذر کردهشان را. یعنی چی؟ یعنی جانهای خودشان را فدا کردند. بعضی از مؤمن ها کسانی هستند که قضا نحبه، جانهای خودشان را فدا کردند. الله جل جلاله در دوام آیت میگوید که و منهم من ینتظر، و بعضی از مؤمن ها کسانی هستند که انتظار شهادت هستند، انتظار جان فدایی در راه الله جل جلاله هستند. و ما بدلوا تبدیلا، و هیچ دیگرگونی و تغییر نیاوردند در آن عهد و پیمان بستهشان. یعنی بعضی از مؤمن ها تا به امروز در آن عهد و پیمانی که با الله جل جلاله بسته بودند، اونها در آن عهد و پیمانشان تغییر و تبدیل و دیگرگونی نآوردند. اکنون انس رضی الله عنه میگوید که ما فکر میکنیم یا اندیشه و رأی و فکرمون همین بود که همین آیت درباره انس ابن نضر و امثال انس ابن نضر نازل شدگی است. یعنی که انس ابن نضر و امثالش کار کردن در آن عهد و پیمانی که بستگی بودن با الله جل جلاله، در آن عهد و پیمانشان باقی ماندند، صادقانه وفا کردند و جانهای خودشان را تسلیم راه دین الله کردند. الی آخرها، تا به آخرش میگم متفق علیه. این حدیث متفق علیه هست و قد سبق فی باب المجاهدتی. این میگه در باب مجاهده همچنین گذشتگی بود این حدیث. خب این حدیث 1316 کتاب ریاض الصالحین. ابن القیم رحمه الله میگوید یکی از کراماتی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین بود که در زندگیشان، در حیاتشان بوی جنت به مشامشان رسید. یعنی که از کراماتی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. خب این بود حدیث 1316. بعد از این حدیث 1317 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1317 میگوید و عن سمره رضی الله عنه قال، یعنی که از سمره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که رأیت اللیلة رجلین اتیانی، میگوید دیدم دیشب، یعنی شبی گذشته، دیدم شبی گذشته دو مرد را که اتیانی، اون دو مرد نزد من آمدند. رسول الله میگوید دو مرد را دیدم نزد من آمدند. فصعدا بی الشجرة، یعنی که بالا برآوردن من را بالای درخت. فصعدا یعنی بالا کردن آن دو مرد من را، از شجرت یعنی که به بالای درخت، من رو به بالای درخت برآوردن.
فادخلانی دارن هی احسن و افضل. پس در آوردن میگه مرا در ساختمان، در قصر، هی احسن و افضل، اون قصر، اون ساختمان زیباترین و افضلترین قصر و ساختمان بود. لم ارى قط احسن منها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که ندیدم هرگز زیباتر از اون قصری که در آنجا دیدم. یعنی از اون قصر در دیگه زیباتر قصر میگه من ندیده بودم. قالا، پس میگه آن دو مردی که مرا برده بودن بالای درخت و به آن قصر در آوردند، میگه آن دو مرد مرا گفتند که اما هذه الدار فدار الشهداء. گفتن اما این قصر قصر شهیدها هست. هر کسی که شهید می شود، جان خود را در راه الله تسلیم می کند، پس این خانه خانه همون است، این قصر قصر ان همون انسان هست. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید برای من نشان داده شد قصر و خانه و جایگاهی شهیدان که بسیار زیبا و بسیار مکان دلنشینی بود. این حدیث حدیث متفق علیه است و هو بعض من حدیث طویل. و این حدیث بعضی از حدیث طولانی است که فیه انواع من العلم. در اون حدیث طولانی از اقسام و انواع دانستنی های وجود دارد. یعنی که بسیار دانستنی های در زیر این حدیث طولانی وجود دارد. سیأتی فی باب تحریم الکذب ان شاء الله تعالی. بزودی در آینده در زیر باب حرام بودن دروغ گفتن این حدیث میگه با طولانی می آید. چی فایده ها و چی دانستنی ها و چی علم و چی معلومات های بسیار مفیده در زیر این حدیث طولانی نهفته است و پنهان است و جایگیر است. میگوید در زیر باب حرام بودن دروغ ما این حدیث را با طولانی برای شما بیان خواهیم کرد. این بود حدیث 1317 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1318 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1318 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت ان ام الربیع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. میگه هر آینه ام ربیع دختر براء و وی، یعنی همی ام ربیع دختر براء ام حارثه بود. ام حارثه ابن سراقه یعنی حارثه ابن سراقه را مادرش بود. اتت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه آمد همین مادر حارثه ابن سراقه، مادر همین میگه آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقالت. پس پیغمبر رو گفت یا رسول الله، گفت ای رسول الله، الا تحدثنی عن حارثه، گفت آیا خبر نمیدهی من را درباره حارثه؟ یعنی که حارثه در کجا است، آیا برای من خبر نمیدی؟ یعنی و کان قتل یوم بدرین، یعنی که حارثه در جنگ بدر به شهادت رسیدگی بود. پس پیغمبر گفت آیا درباره حارثه برای من خبر نمیدهی؟ فان کان فی الجنه صبرت، پس گفت اگر کی در جنت باشد پس صبر بکنم، یعنی صبر و تحمل رو پیشه میکنم اگر کی پسرم در جنت باشد. و این کان غیر ذالک، گفت اگر غیر این باشد، یعنی در جنت نباشد، اجتهدت علیه فی البکاء، پس دوام میدهم گریه کردنم را و زیادتر میکنم، گفت گریه کردنم را و اجتهاد میکنم در گریه کردن. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ام حارثه رضی الله عنها این سخن را گفت. فقاله، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب داد ام حارثه را که یا ام حارثه، گفت ای مادر حارثه، انها جنان فی الجنتی،
گفت هر آینه جنت درجه های دارد، یعنی جنت جنان فی الجنتی هست، یعنی که درجه هاست در جنت. جنت یک مکان نیست، درجه های مختلف دارد، درجه پایانی و وسطی و بالایی دارد. و این ابنکی اصاب الفردوس الاعلا. الله اکبر. گفت هر آینه پیسری تو حارسه اصاب الفردوس الاعلا، یعنی جای دارد، جایگیر شدگی است یا که به دست آوردگی است فردوس الاعلا را، یعنی که جای پایانی را نه، وسط نه، بالاترین جای جنت گفت پیسر تو به دست آوردگی است. الله اکبر. یعنی پیسر تو گفت در جنت است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این حدیث هم همچنین دلالت میکند برای چی؟ بر خاطر آنه که شهیدها در بالاترین مکان جنت جایگیر می باشند. این بود حدیث 1318 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1319 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید و عن جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما قال، یعنی که از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که گفت جیء بأبی الى النبی صلی الله علیه و سلم قد مثل به، یعنی آورده شد پدرم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت جابر رضی الله عنه میگوید که پدرم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده شد، که عبدالله نزد پیغمبر آوردنه. پدر جابر کی است؟ عبدالله است. پس عبدالله را، پدر جابر را نزد پیغمبر آوردند. قد مثل به، واقعا میگه مسله شده بود، یعنی مسلهش کرده بودن، یعنی که اندامهای بدنش بریده بودند، اندامهای بدنش، اعضاهای بدنش بریده شدگی بود. فوضع بین یدیه، پس میگه گذاشته شد، میگه پدرم در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در نزد پیغمبر پدرم آوردن ماندن. میگه فذهبت اکشف عن وجهه، پس جابر رضی الله عنه میگه پس من شروع کردم و اکشف عن وجهی، فذهبت یعنی شروع کردم، اکشف عن وجهی یعنی کناره میگرفتم، یعنی که لیچ میکردم روی پدرم را، یعنی در روش چیز کدام لباس پرتافتگی بود یا چیز ماندگی بود که نتابد رویش. میگم من رفتم شروع کردم به کشادن روی پدرم، به لیچ کردن روی پدرم. فنهانی قوم، پس میگم مرا باز داشتن مردم، گروه میگم من را نگذاشتن که روی پدرم را باز کنم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ما زالت الملائکه تظله باجنحتها، یعنی ما زالت الملائکه، یعنی پیوسته و همیشه ملائکه ها، تظله باجنحتها یعنی سایه میکنند با بالها و پرهایشان این عبدالله را، یعنی پدر جابر را، این شهید را، این کس را میگفت ملائکه ها سایه‌اش میکنند، در زیر سایه بالهایشان گرفتند. یعنی که این همچنین یکی از فضیلت و یکی از برتری مجاهد، کسی که در راه الله جان خود را فدا میکند. این حدیث حدیثی متفق علیه است. این بود حدیث 1319 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1320 کتاب ریاض الصالحین، ان شاء الله این حدیث 1320 را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.